فعالیت شرکت امید 88 یکی از 3 شرکت بزرگ وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان پررا قطع شده است. نزدیکان رجب علی آدینایف رئیس بازداشت شده شرکت میگفتند مقامات خرید فروش مالکیت امید 88 را ممنوع کردند و آنها سعی دارند پول جمع آورده قرض دولت را برگردانند. سعادت آدینه‌زاده یکی از نزدیکان رجب علی آدینایف روز 17 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت عموما فعالیت ندارد و تقدیر آینده آن نامعلوم است. خانم آدینه‌زاده افزود به حد گرفته شده کلی تو همین سنجش ادامه دارد تا آخر مهلت یعنی سنجش ولی تحت حق قرار دارد بعد معلوم می شود چی می شود فعالیت نکردیستن عموما از زیرباب اصلا همی جمع کردیستن مبلغ برای برگردانیدن قرض. کارمندان شرکت امید 88 میگویند بعد از بازداشتی رهبران شرکت رجب علی آدینایف و ایدیبک ابراهیموف کسی نتوانست شرکت را اداره کند. یک منبع نزدیک به تفتیشات در آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیون به رادیو آزادی گفت از مقامات شرکت امید 88 تنها 2 رهبر ارشد آن در بازداشت هستند و بقیه در آزادی اند. قبلا گفته میشد که 6 نفر از کارمندان شرکت را دستگیر کردند. به این ترتیب حالا مؤسس شرکت رجب علی آدینایف و رهبر اجرایی آن ایدیبک ابراهیموف در حبس پیشکی می باشند. آنها را در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه نگاه می دارند. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش بیشتر از 1 ماه است که ادامه دارد. به اطلاع مسئولین شرکت امید 88 بخش تشخیص نرخگذاری وزارت عدلیه تاجیکستان نقطه های فروش سوزشواری این شرکت را بیش از 175 میلیون سامانه نرخگذاری کرده است. با بیرون شدن شرکت امید 88 از بازار سوخت تاجیکستان حالا در بازار 2 شرکت بزرگ گازپروم تاجیکستان و فراز باقی ماندند.